این فرمانی است که بنده خدا علی امیرالمؤمنین به مالک پسر حارث نجفی معروف به اشتر عطا می‌کند و به موجب آن فرمانداری کشور مصر و خزانه خراج آن را بدو می‌سپارد و نیز اختیارات سپاه اسلام را که در آنجا متمرکزند تحت فرمان او می‌گذارد. به استناد این فرمان مالک اشتر مأمور است که شؤون اجتماعی و اقتصادی مصریان را تحت نظر مستقیم خویش درآورد و به آبادی و عمران آن مملکت جداً قیام کند. ما در این فرمان بیش از همه چیز پسر حارث را به پرهیزگاری و اطاعت خداوند متعال وصیت می‌کنیم و از او انتظار داریم که در انجام